و قوم چون دیدند که موسی در فرآمدن از کوه درنگ میکند، قوم نزد هارون جمع شده به او گفتند: برخاسته برای ما خدایان بساز که پیشاپیش ما روانه باشند، زیرا این شخص یعنی موسی که ما را از زمین مصر بیرون آورد، نمیدانیم که به وی چه حادثه روی داده است. و هارون با آنها گفت: حلقه های طلایی را که در گوش های زنان، پسران و دختران شماست کشیده نزد من بیارید. و تمام قوم حلقه های طلایی را که در گوش هاشان بود کشیده نزد هارون آوردند و آنها را از دستشان گرفته با قلم حکاکی به شکل درآورد و گوساله ریخته را از آن ساخت و گفتند: این است خدای تو ای اسرائیل که تو را از زمین مصر بیرون آورد. و هارون این را دیده قربانگاه پیش آن بنا کرد و هارون اعلان نموده گفت: فردا عید است برای خداوند. و فردای آن بر محل برخاسته قربانی های سوختنی تقدیم نمودند و قربانی های سلامتی ذبح کردند و قوم برای خوردن و نوشیدن نشستند و برای رقص و بازی برخاستند. و خداوند به موسی گفت: شتاب نموده فرود آی، زیرا قوم تو که از زمین مصر بیرون آورده ای خاصیت شدند. از راهی که با آنها امر فرمودم زود دور شدند، گوساله ریخته برای خود ساخته پیش آن سجده بردند و برای آن ذبح کرده گفتند: این از خدای تو ای اسرائیل که تو را از زمین مصر بیرون آورد. و خداوند به موسی گفت: این قوم را دیدم و اینک قوم گردنکش می باشند. و الحال مرا بگذار تا که غضبم بر آنها علنگه زده، آنها را محو نمایم و تو را قوم بزرگ گردانم. موسی شفاعت می نماید. ولی موسی به حضور خداوند خدای خود تضرع نموده گفت: چرا ای خداوند غضب تو بر قومت که با قوت عظیم و دست زورآور آنها را از زمین مصر بیرون آورده ای علنگه زند؟ چرا مصریان سخن رانده گویند؟ آنها را با قصد بد بیرون آورد تا که آنها را در کوهها بکشد و از روی زمین محو نماید. از شدت غضب خود برگرد و قصد بدی تلف کردن قوم خود را باطل نما. بندگان خود ابراهیم، اسحاق و یعقوب را به یاد آور که برای آنها به ذات خود قسم یاد کرده با آنها گفته ای: نسل شما را مثل ستارگان آسمان افزون خواهم کرد و تمام این زمین را که درباره آن سخن راندم به نسل شما خواهم داد و آن را به صورت ابدی تصرف خواهند نمود. و خداوند آن بدی را که گفته بود که بر سر قوم خود خواهد آورد باطل نمود.